افور یخی افور یخی افور یخی افور یخی تو رو خدا شد پشتی تو همیشه هستی تو میکن نجوم نسبت تو کیرم کرد میخواد آبش میخواد بابا کلم کرده میگم You know, as a boy who is 11, this is okay because, you know, even men's today, they just, they think with their dicks, but when you are 11, this is normal to you. That's a good one, because, yes, I have 11, but I a real man. من از این بعد خودم خوشبختم میشینم ها من این دفعه یه دفعه کار کنم خودم خوشبختم تو این 9 سال 10 سالم که من مجرد بودم 7-8 نفر اومدن آفرین چه بنیه‌ای داره خدا شاهده یا اونا همه خل بودن یا من خل بودم یه روز فکر میکردم مجید نمیتونی بگی همه دیوونه ان آره دیگه شاید خودت دیوونه ای خوبه باز مجید خودت گویی داداشه گویی اصلا احتمالا کمند بار آخری میبینید که در کنار سه روز که جلوی وایده سه روز همین شیرت دهنم دولتو ببین فکر کن این دولته این دولت به این کلفتیه من اینجوری یا مثلا اگه دلت خواست اینجوری هم بکنه یعنی چی تا حالا انجام دادی که از روی پسر؟ آره ما چه دیگه داریم میگیم فرنچ کیس رو داره میگه نه اونجوری که فکر کنی ولی دنبال برق دویدن داشتن در میرفتن ایمان جان میخواد آبمون رو پر کنه نه متاسفانه میتونیم بریم بخاریم اول نه بریم بخریم به خیلی آتیشتون تنده آقای و بشنوید از خبر و بشنوید از خبر امروز هدف مهسا برای امشب پر شد و عرض کنم آقا علی اومد سورپرایزمون کرد و هدف صندلی پر شد. خدایا من یه عمر آتئیست بودم گوه خوردم یه عمر شیطان پرست بودم گوه خوردم یه عمر من نهلیست بودم دانجن دارک بودم گوه خوردم یه عمر فول متال جکت بودم فول متالیکا بودم گوه خوردم من الان بنده سیتم به خدا از فردا تتلو گوش میدم مدایی گوش میدم 100 بار شکرت میکنم به خدا هم روزه میگیرم مسجد میرم من گوه بخورم دیگه برم گیم نت من گیم نت نمیرم میرم مسجد من کل زندگیم فوش و لعنتت دادم گوه خوردم خدا شکرت برگشتم گفتم ادمیرال رو میشناسم توپل خودم کونت میخوره اگه برسیش میلیش کنی شیلش میکنم شیر ناموسن خیلی رنگ چیزی هم بود یونیکی هم بود وای پیامبر میم کونش میخوره درقه نیاد سراغم ببین من سکته میکنم ها
باحال. بابا منم ریدم. زندگی رو دیگه نمیخوام. ببین میگن اونجایی که تو زندگی تحت فشاری تاریک، همه چی تاریک نیست، الماس توی تاریکی رشد میکنه. درسته؟ ایول ایول نشد. Hey, yo. Where are you running? Why are you running? Run away. Yo, what is this, chat? Oh my god. اوه چه حرکتی زد پشمام. نگو پشمام، بگو چه جالب. اوش عجب پلیری. پشمام پسر. این قطعاً 3-4 سال پشتش تجربه است. این گیم پلی قطعاً ساعت‌ها تمرین. یار تو You see both? Spike down A. Last player standing. One enemy remaining. Nice try, bro. بانکیس کلوز پشت اومد. بابا نیومدی تو هنوز بیرون. ماشاءالله هرا تکی بالا این چرا؟ خورد از من آقا ایک هلا در افتاده جمع کنید واسه کودکتون رو جمع.